فروشی خب نگاه دورتا میفهمی که نه عصر یک کسی فتوا داد یک فتوا میگه مسئله پرسید خب یک کس دادرش پول خرج داده است مال داده است بعد یک هفته پس یا یک ماه پس پول آورد در دادرش داده است این قرض اکش دادگی است در وای هرشو یک جو سودا میکنن آمد از قطعی اکش رو پروشته است رنگی دادرش هرش یخه بعد جورم پولای بارو نمیدی تازه 3 تا کی داده بود دادرش در همین محل میگه ما داده بود تو نداده ببینید گفت که زنم 3 تا تو دادم خب این مسئله را اگر خداوند ذهن بده ای دیگه فتوا نه گفت گفتم که اگر ما جواب گفتم به چرا عقلش نمیگیره که اگر کسی مرا پرسه که از کدام فتوا جواب میگی گفتم بگم مختصری خدا رحمتش بکنه مختصری که مختصره فتوای خشن همین اولی کتاب ایمان ده میگن ایمان 3 خیل میشه خب کیز لغو بعد منعقید این ازم لغو شد این قسم چیز عقل نمیشه این لغو است او داد است اون یقین میکنه که ما دادم لکن مانند کرد یقین داردی لکن وای نیستی او دادرش دیگه کس است این قسمش حالیش لغو است خب سوال بوسه دادن قبور مطلقاً چه حکم دارد؟ جواب استفتاء مسئله 302 علما میفرمایند که بوسیدن قبور اولیاء جایز نیست پس در مورد بوسیدن روضه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و قبر جنید بغدادی و شبلی و سلطان العارفین بایزید بستامی از روی محبت چی میفرمایند؟ جواب حامدن و مسلیان الله را حمد میگم الله را و پیغمبر خدا صلوات میفرستم برای شما جواب میگم بوسه دادن قبور مطلقاً مساوی است بوسه دادن قبر مطلقاً مساوی است یعنی همش عام است برابر است در چی برابر است که قبور انبیا باشد یا قبور اولیاء باشد و صالحا باشد شهدا باشد یا قبری پرنوری مبارک سید الکائنات صلی الله علیه وسلم باشد نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است کی گفته است فتوا شنید فتوای منبع العلوم جلد اول کتاب عقاید و کتاب بدعات و رسوم صفحه 367 چی نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است وقتی که ما اهل سنت گفتیم شیعه ها میبرایند شیعه ها در اهل سنت و جماعت داخل نمیشوند برای ویا قبرم بوسه کردن عبادت است خب نعوذ بالله از قبرم مدد طلب میکنن همه چی اجازت است لکن ما باید در راه خودشان ما باید در خود ما داخل نمیکنیم ما در اهل سنت جماعت هیچ محل داخل نمیکنیم برای که پیشواهای ما امام اعظم رحمت الله داخل نکرده است و وقتی که شما فراموش نکنید در هر جا که اهل سنت جماعت شد اج شیعه میبراید اتوماتیک میبراید این نه که خودش استاد براید اتوماتیک میبراید بارک الله فهمیدیم ما باید بردگه میخونم با در آخر گفته است که یا قبر پرنور مبارک سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است چرا که این عمل از عادت نصارا از عادت چی؟ نصارا کی است؟ کریستیانا ما به نزدیک برادرم گفتم که ملاهای ایشانای چلخور همه ملاهای ایشانای چلخور نیستن لکن کدام چل میخرد عروس میخرد یا که شه بچه میخرد فرق ندارد الکسی افترایی چیل داشته گفتم برید بخرید بخرید من همش تکلیف کردم که ملای ایشانای چلخور کدام چیل میخرد با کدامش که نخره خفه نشه اونما نگفتم کدامش که میخرد ای زنکی که شوهرش مرد است 30 ساله شوهر مرد است کودکای 5 ساله خیلماشون کشال جیمپراشون دریدگی والله نان الکسی خوردن حلال تر است والله برای چی؟ برای که این حرام است رنگ گوشت خود حرام است الله در قرآن چی میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا هر کسی مال حقی کودک میخورد آتش میخورد و به نزدیکی دوزخ میدراید لکن چیلی الکسی افترای و زن نداره فرزند نداره پاپای برای بخوش که میخوری با پیچان با بیوت بیار ای شعبچه هایی که میمونن 20 ساله 22 ساله
او همون بری بالا ده یک بچه که نو 20 ساله مرده هم اینستیتوت میخونه هم تاکسی همون ما ایمی 8 میتاج نگاه میکنم در خونش سه تعلق بسته خودی نیست خورد از قدرت نامی الله او زنگیر بیچاره شب روز کار میکرد یار دخترچه میده که میگه اوتاجان اون هم حولی هم میده سه کو بود و نیست دختر جانی ما روزه پنجشنبه نگاه که گفتم درنده ها میرم ایم بری پایون مسافرها رگشت نمیتونه از سوقتی برونده میرم میخواد قدرت خدا نعوذ بالله نعوذ بعد ما یک زنه که همسایه ما خشاشونه بعد ما علما پرسیدم که کوار جون همون پرس که همون مسافر هم دارن از بعض قشلاق قشلاق‌ها را بینید روز شنبه هم با نام میکنم مرده روز پنجشنبه هم این از نصارا ماندگی است اینه همین کاری میکنه دخالت میکنه او در این اکو بیر مرکزا مولای ایشانی کلخور یا مولای کلخور پس این بخیر چی ما اختلاق میکنی تو ما را نصارا بارمان میکنی مرحمت تلویزیون اعلان کرد در دنیا که الکسی افترای سراکوبای دین پریجای تکنم میواتش دیون تلویزیون برآمد کرده ایمانی برای کدیامو دیکتر جنجال کردم روی توجیکی چیل کن کسی که چیل میخوره پنجمه میخوره برای کدیوی جنجال کردن تو چوی حاکم رو خیلی کردی چو پس نگفتی که مردم فهمید گناه ما رو فهمید اشکار کرده برای کدیوی جنجال کردن من یارو من چی نگفتم هم پیرشون گفته هم پیرشون همو دیکتری مسکوسکی پروگرام گفته که پجالستر پریخدیتی کناش دام علیسی افترای چند با کشتیان ستلوستول накрива печонда насода уже не جو گوشت بسیار علیو ای بیچاره ای زنکی بیچاره ای پاشن بی پاشن میسیمش که میفرد دقیقه دیره کودکش میگه او چجا سیفته این خلق ملها روز پاشن میان نکی بچم نخو یا شکلاته خلق بچم ملها می روز پاشن بی یک بار برای شما ببینید قشون قطیشون شما اشتراک بکنه انمی مسافیدای بدبخت با میخورن با خرید خیساشون با ایلالی دو شکلات که زنک گیره کرده جمع کرده با دکسش میندازه با نبیرش میبره این والله درو نیست برای ببینید بچشمتون برای بچشمتون ببینید بعد بیاد بگه که تو دروغ میگی راست میگی برای اختام بچشمت یک بار قطعه ما کشه یه نه تو برای ببین من نتیاش میکنی رو خیلی بگو شما زوری ما چیکار کنید شما یک بار همون زنه کفر گیره کرده میگه خیلی چیکار کنم میگه ایتجا میام میگه مجبورم چیکار کنم میان خونم بعدش آموخته شده حنفی نیستم دروغ میگن یوگی اینا نمیدونم در مذهب خودشونه یا در مذهب آتش در مذهب آتش چه که پدر مادرش کرده همون رو میکنه یو این امام اعظم هم گوشته میکنن یو دروغی میگه که ما حنفی دروغ میگن یو حنفی با چرا قبول میکنن پنجمی در مذهب میزم حرام چیل حرام سال حرام نیست روزی مرده کشتن نیست قبر بوسه کردن حرام دعو زدن حرام همش فتوی حنفی است کو یا حنفی نیستن ما در روز قیامت گویم یا حنفی نیستن امام اعظم هم دروغ میگن اگه خدا روز نکرد این روز امام اعظم بیاید همه گوش نمیکنن با همه را تهمت میکنن او پیشتر حضرت دیگه عقیده‌شو سلفیش نمیگن این همیا با تهمت به این توجیه مردم تهمت کردن والله هیچ گپ نیست در یک کس یک گناه زدن این برای توجیه دو کراتور اکشو میدونن اینا یک کس تهمت کردن یک کس بد کردن این هیچ کم نیست برای توجیه اینه توجیه میگم بچه جانو خدیجه هم جوره اونم یک کس میگه اختلاتی خدا اینه توجیه میگه این عودت در خونش این همون چی داخلش دل محتار بردین بهترین فتوای حنفی مذهب ما و شما که سر قبرستان که رفتی مگر روزی مرده مالکشی مکروه تحریمی است نه خوب سر قبرستان رفتی خانت برو نه یا گشته دویم بار مصیبت زنده نساز با چی بگم بیچاره یو خدا رحمتش کنه او در باره خوردن این محمد عمر سربازی این خیلی سر گفتگی است حرام کریزم مسافیدای مرا میگه حضرت تو چون نمیخری تو درست نیست ما چی بخورم سلام مردگی
یک خانه ده 13 ساله